نکته قبل شروع ویدیو اگه قراره بیای بگی تو چطور به بهترین اثر 10 سال اخیر توهین کردی، من با دیدن این انیمه از نظر ژورنالیستی به درجات خفن مازوخیسمی رسیدم، بعد تو یه جوجو فن گیم میاد میگی تکرو بده و این خوزعبلات، پاش برو. تو هم صبر کن، باید کار دارم. تو گفتی جوجو برای ساره، بگو الان جرأت داری بگو. الان من حرکت عبدالله رو تجربه کردم، میفهمی جوجو برای کیه. و من توی این ویدیو قرار ایرادات تکرار مسخره کنم تا یه ذره بخندیم. حالا اینکه اثر بده یا خوب به شما بستگی داره. تو کامنت ها بگین ببینیم خوبه یا نه. حالا کامنتو گرفتیم، بریم سراغ ویدیو. شماره اول، معنی لغوی. نام جاویده وطن، صبح امید وطن. سولو لولینگ به فارسی میشه تکرار، ولی ما از اونجایی که باید فارسی رو پاس بداریم طبق گوگل میگیم تسطیح انفرادی. مشکل دو تسطیح انفرادی سون جی است. میدونی بعد ما با خودم میگم آلفاس تو چیزای زیادی تو زندگی دیدی، چیپ تما، یوهان، دیمن اسلگر، اما چرا فکر کردی چه این چیزی رو میتونی تحمل کنی؟ این فرین چیه؟ چرا لپای کمر سون بیرونه؟ مثلا برو حواسش به اونجا پرت شه. فکر کنم آره. این چیه؟ مشکل سوم، تسطیح انفرادی، پلات آرمور مزخرف. فکر نکن در مورد سونگ حرف میزنم، نه قرار در مورد شکارچیای رنگ اس حرف بزنم. ما دیدیم که تو آرک ججو رنگ‌های اس ژاپن بیرون موندن تا از رنگ‌های اس کره‌ای محافظت کنن و کره‌ای‌ها ملکه مادر رو از بین ببرن. برو که از تخم در اومده، اصلا ببین شبیه هانتر نیست. اصلا این حرفو نزن. میره سراغ ژاپنیا و تمام اونا رد جمله غربی ترینشون رو نفله میکنه و ایام یام میکنه، نوش جونش. اما برو وقتی میره سراغ کره‌ای‌ها تمامشون جز اون بنده خدا که مانع رومنس چای بسونی میشد، الهی قربونشون، زهر مار، زنده موندن. برو جان گشنت نبود یه دفعه تشت کم شد. چرا آخه؟ مشکل چهارم، تسطیح انفرادی، حذفیات زیاد. حقیقتا همونجوری که نمیخوام ویدیو رو طول بدم، اصلا فکر نکن به خاطر اینکه حوصله نداشتم برم اونها رو بخونم. به صورت خلاصه از اونجایی که استودیو سازنده انیمه ژاپنی بوده و قطعا نمیان خودشون رو تحقیر کنن، حذف کردن. مشکل پنجم، تسطیح انفرادی، وقت میوینگ است. چه زاویه فکیه؟ چرا سینوس فکش تعریف نشده است؟ آره میخواستم بگم رشتم بیادی. اسم میکنم بعد فصل اول به صورت مداوم و شدید سونیا میوین تمرین میکرده. زاویه فک سون عملا میتونه با زاویه فک ارن تو لایو اکشن اتک رقابت کنه. این چه زاویه فکیه؟ مشکل ششم، تسطیح انفرادی، برادر فکر میکنن ایچیگو است. چرا سون هر اپیزود میره یه دختر نجات میده؟ سون تو خودش چی دیده؟ خود مثل ایچیگو باشه؟ چی موازی؟ تو حتی ببخشینو. مشکل هفتم، تسطیح. دارم کم خسته میشم از گفتنش. چرا برو شبیه سوسکه؟ من خودم آرک جوجو رو خیلی قبول دارم و به نظرم بهترین آرک تسطیح انفرادی است. 80% این دلیل برو بود. نه برو چی میگم؟ برو تو ماها خیلی پرو بود، اما تو انیمه فکر کردم سوسک از تخم در اومده تا مورچه. چه کاراکتر دیزاینیه؟ چون این اول فصل ساختن برو مانا حتما سخت بوده که این کار نکردن. خب آره، ولی نه تا زمانی که کاراکتر دیزاین یه بازی موبایل اشاره کنم. یک بازی موبایل از خود انیمه بهتر باشه و از هر نظر برو ناامید کننده بود. مشکل هشتم، تسطیح انفرادی، شخصیت پردازی. در وصف این موضوع میتونم به فصل 1 مراجعه کنم. زمانی که اون صحنه معروف تسطیح خیلی سخته، چون نمیتونم بگم. تسطیح انفراد، زمانی که صحنه معروف تسطیح انفرادی رخ داد، ولی دوباره بعدش سون برگشت به حالت کارخانه. بعد دوباره گفتن چرا برگشتم به حالت کارخانه، دوباره کاراکتر رو خوب دیدیم و دوباره همون شد. داشت سولو شخصیت پردازی داره. یا مثلا اونجایی که میگم من به خاطر جنگام دنیام با اون خانواده‌ام فرق کرده و این چرت و پرتا، نه داداش، فقط بعدش یه ذره مغرورتر شدی. اونم تو لایت ناول اینطوری نبود. تو لایت ناول میترسیدی. در مورد شخصیت‌های فرعی هم صحبت نکنیم. مشکل نهم، تسطیح انفرادی، پاور سیستم مزخرف. اگه اون کسی هستی که فکر میکنه من مانهوا رو نخوندم و با خوشحالی داری کامنت مینویسی، در این لحظه علامت میتیکومان خودم رو بهت نشون میدم تا بگم که مانهوا رو خوندم و احترام بذاری.
ما فهمیدیم دلیل وجود سیستم اینه که جیمو بتونه با آرومی قدرت اشبورن رو به دست بیاره و برای پیشرفت باید 2 کار میکرد: 1 تمرین روزانه و 2 کشتن حیله‌ها. هر دوی اینا برای پلات داستان غیر منطقی ان. حالا چرا؟ اولی که عملا یه مش تمرین ساده است. حالا شاید الان بگی پس سایتاما چطور با همین تمرینات قوی شد؟ اولا که وان پانچ من کمدیه و هیچ کی انتظار منطق نداره و دوما ما هنوز در مورد منشأ قدرت سایتاما خبر نداریم. دومی هم که کشتن دشمنات دقیقاً سون رو از چه نظر قوی میکرد؟ آخه سیستمی که اصلا بازی نبود که سیستم برای این بود. نمیدونم چه منطقیه. منطقی نیست. ببین من میدونم الان داری مینویسی برو گینتاما تو ببین چیکار به تستی انفرادی داری، ولی خب ببین ویو داره همین دیگه. قبل اینکه به شماره 10 برسیم میخوام 3 تا منحهای خوب بگم تا لذت ببرید. ویدیو 8 دقیقه نشد و اگه طولش شدم ببخشید. منحای اول وایرال هیت، انیمه سال پیش اومد و خیلی بد بود، ولی منحای به شدت خوبی داره و خلاصه داستانم در مورد یه پسریه که میره دعواشو استری میکنه. باور کن خسته نیستم بیشتر از این توضیح بدم. منحای دوم اومنی ساینت ریدرز ویو پوینت هرچی که هست خیلی خوبه. فکر کن یه کاراکتر معمولی یه ناول طولانی رو میخونه و دقیقاً اتفاقات ناول برای دنیای خودش میفته و باحال‌ترین موضوع داستانی که این کاراکتر اصلی نیست و کاراکتر اصلی یکی دیگه است و این پسر باب اون پسر کمک کنه تا جلوی پایان دنیا رو بگیره. حقیقتا ناول رو خوندم ولی منحواش هم نمره خوبی داره و خوندنش خالی از لطف نیست. منحوای سوم The Horizon، شاهکار اثریه که یکی از بهترین کاراکترهای نوشته شده رو داره. این با تمام اطمینان بهت میگم اصلا خیلی خوبه دیگه. برو ببین. برگردیم سراغ ادامه ویدیو. مشکل دهم و خدا رو شکر آخر تستی انفر تموم شد دیگه، لازم نیست اینو بگم. میگن تاریخ همیشه در حال تکراره. یه دوره ناروتو فنات سم بودن، یه مدت وان پیس، یه مدت دیمون اسلیر، یه مدت جوجوتسو و در حال حاضر فندوم تستی انفرادی که با افتخار جام تاکسیک بودن رو به دستش گرفته. ببین من وزیر یه پست تلگرام که در مورد تستی انفرادی بود نوشتم خیلی برام جذابیت نداره و چنان فوش خوردم که از اون گروه رفتم و ادامه زندگیمو در غار ادامه دادم. اون رو جدا از شوخی خواهش میکنم سر یه انیمه اونطوری با یه فرد غریبه رفتار نکنید. دیگه تو سال 1404 واقعا وجود چنین اخلاقی شایسته نیست. خواهش می‌کنم میذاره خودتون اصلاح کنید. من که میدونم زیر کامنت داری فوشم میدی، ولی خب در آخر تمام اینا شوخیه. ساکن سرتر اون سرتش.